است که دشمنای اسلام در کشور عزیز ما افغانستان را وارد کردند به خاطر که خانواده های مسلمان را به طرف تباهی و به طرف دوزخ و عذاب قبر یعنی ببرند. و گپ رسیدین اینا فهمیدین ان شاء الله نه؟ اینا به خاطر دشمنای اسلام جور کرده که تا اینکه فرزندان مسلمان و دختران مسلمان و بچه های مسلمان هلاک شوند، به دوزخ بروند و در عذاب قبر مبتلا باشند. و بناهن به فرد مسلمان ضروری است که از خانه دشمن را، این دجال را از خانه خود بیرون بکنه. حتی این خریدن از نظر شریعت حرام است و در خانه گذاشتن از این حرام است. حتی این قرائت قرآن کریم تقریر از ناحیه تلویزیون گوش کردنش حرام است. بنان آنچه که حرام است خلاف اسلام است، به خاطر رضای پروردگارمان میزنیم، نه به خاطر شهرت طلبی و تکبری. الله اکبر، الله اکبر. این حاله دشمن هست، این را دشمنان اسلام جور کرده به خاطر تباهی مردان مسلمان و زنان مسلمان، و مردان مسلمان را نمیگذارد که به سوی مسجد برود. به ما مسلمان های را خلاف میکنیم تا اینکه برادران مسلمان ما